سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت شهر پراگ رسیده است. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. پرزیدنت امامعلی رحمان امروز سوارونبای جینبکوف همتای قرغیزی خود را در مرز اسفره و بادکند پذیرایی کرد. عکس‌های آغوش‌گشایی دو پرزیدنت هم نشر شدند. پذیرایی دو رئیس جمهور محض در موضع صورت گرفت که چند روز قبل ساکنان از دو جانب به سوی هم سنگ می‌پرتافتند، از کمان‌های شکاری آتش می‌کشیدند. امروز ملاقات یک به یک و خاصه رئیس جمهوران در اسفره برگزار شد که در شهرک چالپان آتای قرغیزستان نیز ادامه می‌کند. بیننده ارجمند پرزیدنت ها در مورد مرز به چی نتیجه رسیدند، چی ها گفتند، منتظر باشید، در برنامه اخبار خواهیم گفت. چرا نرخ بلیط هواپیما در تاجیکستان قیمت است؟ امروز در دوشنبه رهبران بخش اویاسیون گرجدانی تاجیکستان به این سوال خبرنگاران رادیو آزادی پاسخ گفتند. این نشست بیننده ارجمند هنوز ادامه دارد و سوال‌هایی که شما طی 6 ماه اخیر وابسته به ساحه اویاسیون فرستاده بودید، همکاران ما از مقامات میپرسند. درباره نرخ بلیط و مسائل داغ دیگر رهبران رده اول پاسخ خواهند گفت. گزارش کامل در این باره در برنامه اخبار است، با ما باشید، آن را با هم میبینیم. ویدیوی اولاد میدیا جنجال برانگیز شد. در تاجیکستان ضد 4 بلاگر صحیفه اولاد میدیا در شبکه اجتماعی یوتیوب پرونده جنایتی باز کردند. این بلاگران درباره زنان تنفروش دوشنبه نواری 20 دقیقه‌ای پخش کرده بودند. چرا نوار بلاگران به مقامات ملیسه دوشنبه پسند نآمد و باعث باز شدن پرونده جنایتی گشت؟ در برنامه اخبار میبینید. در ازبکستان صاحبکار معاون حاکم ناحیه را آتش زد و زن باغبان دیگر خود را سوختنی شد. این اعتراض های ساکنان به دو اصلاحات و یا رفرم های در ازبکستان ربط دارد که پرزیدنت شوکت میرزیویف آن را پیش میبرد. اعتراض ها به اصلاحات چه ربط دارند و چرا گاه باعث بحث و کشمکش و جنجال های آتشین میشوند؟ تفصیلات را در برنامه اخبار آزادی خواهید دید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید با شرکت خصوصی فراز در دایره قانونی همکاری دولت با بخش خصوصی همکاری دارد. برای تشخیصگاه ها این شرکت تجهیزات گرانبها و نوین خریداری میکند و به دختران علاوه پولی ها میپردازد. اما ساکنان از نرخ گران معلوماتنامه های طبی شکایت دارند که از 10-15 سامانه قبلی یک باره به 80 سامانه رسید. در برنامه امروز گزارش داریم که در آن همکاران ما سود و زیان فعالیت‌های فراز را در ساحه تندرستی بررسی می‌کنند. بیننده ارجمند این گزارش را در برنامه اخبار حتما ببینید. در مورد آینده نظام تندرستی کشور و حفظ صحتی خود معلومات مفید زیاده می‌گیرید. بیننده ارجمند ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان را جهان را پیگیری می‌کنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی‌های تازه روی دادن، حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا می‌کنیم. تا کمتر از 3 ساعت ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسنیکی همراهی کنید.